السلام علیکم دوستان عزیز. این دومین خانه دانش در شهر دوشنبه که به نزدیکی شده می شود. وقتی که ما وارد بینای خانه دانش می شویم، سر اول من همین اسباب انجام برجاگاه خود را در این جوان ها گذاشته ثانیاً وارد کتابخانه می گردیم. این تالاری که می بینید تالار آموزشی است. در اینجا نشسته و مطالعه کتاب ها مشغول می شویم. اینجا من نمایش کتاب هایی که گذاشته شده هستند، از اینجا کتاب ها رو ما انتخاب کرده و زل آموزشی گذاشته در آنجا نشسته مطالعه کتاب ها میکنیم. نگفته نمانیم که نشستن مطالعه کردن کتاب و استفاده بردن اینترنت در این کتابخانه و پروژه رایگان می باشد. این کتابی که شما در اینجا دیدید بهترین اثرهای می باشند که درباره شخصان موفق دنیا، درباره شرکت‌های موفق دنیا و همچنین درباره تمام ساحه‌هایی که برای ما ضروری هستند اثرها گرد آورده شدند که اینها را استاد با نرخ خیلی بلند از دولت روسیه وارد تاجیکستان کردند که این باعث دستگیری است. ما از چنین غیرت و چنین دستگیری های استاد میفخریم. من تالار دیگر میگذاریم. در این تالار اینجا من اثرهای ادیبان تاجیک هم کلاسیک و هم معاصر گرد آورده شدند که مثلا از روی فروغ صوبی دانایی که امروز آزمون رفتی شده است این کتاب ها هم جمع آوری کرده شدند. در اینجا جای به قیدگیری و فروش کتاب ها می باشند. انا اثرهایی که هم با پروژه در اینجا گذاشته شدن، از اینجا شما میتوانید به طریق اجاره گیرید یا اینکه خریداری نمایید. این گوشه اثرهای خود استاد سید مراد دولت استاد یعنی که در پیش خود مقصد داشتن که چنین مرکز 100 تا در جمهوری تاجیکستان باید کشایند و می ارزد که صاحب کاران ما، شخصانی که به علم فرهنگ شوق و رغبت دارند، استاد را دستگیری نمایند، پیروی نمایند، همراه استاد برای کشادن چنین مرکزها مساعدت نمایند. مرحمت. روز 26 به خانه دانش و سخاوت، کوچه قاسموف 5/3 ناحیه فردوسی، شهر دوشنبه. مرحمت.